خب برادر فروخ سلام علیکم. امیدوارم خوب باشین. روز ما شما رو در استودیو قبول میکنم. فقط یک بار بپرسم که آواز ما در استودیو چه خیلی؟ خب برادرایی که ما را در یوتیوب و در فیسبوک ببینید یک بار نوشته کنین که برادر فروخ آواز ما را میشنوی خودت؟ خیلی خوب. ما شما را در استودیو قبول میکنم. قبل از اینکه برنامه را ما شروع کنیم خب سلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم اکای حسین. خوش آمدید به برنامه حق و باطل. رحمت خیلی منتظر بودیم، خیلی منتظر همین ساعت بودیم که خچم توغری شد، دوزای خود رو گیریم، یک کمتر آرام شویم. خیلی شد. بسیار خوب. بهترین امروز در برنامه خیلی شد اشتراک نداریم، اشتراک کردن استفاده خیلی زیق شدیم. هوای گفتم که امروز خیلی وقت توغری شد بریم در برنامه کمتر اشتراک کنیم. چه شما که حسین؟ سلامتی خوب؟ الحمدلله بسیار خوشحال هستم و یادتان کردیم و برادرها بسیار میپرسن از خودت و انشالله که الان همشون شما را میبینن. رحمت خوبی برادر؟ شکرانه خدا بهترین سوز همان است. یاد خوبه اخی جون بهترین جون در همه جا نه جون ما یافتگیم همجا یک کمکه که اینترنت تلفن به حضور نیست. اگر به حضور میشد که همینجا سولش که محکم میکردن همینجا میشتم اینترنت میدادن. خیلی خوب انشالله با روزهای نزدیک خدا خواه میبریم میشوه. هوای شتگیم در داشتم چه خیلی کنم یکان مقصد امروز موضوعی که ما گذاشتگیم درباره صحیفه های تاریخ و خدا خواهد انشالله که شما هم از زمان جمله کسانی که در صحیفه های تاریخ نامشون ذکر می شود انشالله که شما هم خواهید بود. خیلی زندان است. من همین چند قیتون استم همه قید است ما در اینجا همه возможность بود همه چیزها انشالله باشد возможность. ما صورت این کثیفه گرفته در دری همه اونیتاز توالت ها در همه جا میکنم. این خیال است که ما را زندان کرد، مادری ما را سرگردان کرده ایستاده است، دل با دل کشیده ایستاده است. خیالش که ما خواب میکنیم هیچگاه خواب نمیکنیم. ما در همین داخل زندان هم مبارزه خود رو میبریم انشالله. خیلی که برادرها استاد میگویم برادر شادروان کمتر احساساتی شدم. نه راحت باش برادر شادروان، عمرعلی قواتوف و سهراب ظفر آنها هم دیده بودم برنامه‌هاشون رو از داخل زندان ها برآمد میکردن. یگان ترس و وهم نداریم در اینجا. ما یگان چیز ما خفا گشتنی نیستیم، هیچگاه به عقب زدنی نیستیم. ما انشاءالله تا آخرت تا آنی که دم و نفس داریم ما در این راه مبارزه استوار هستیم، با استوارتر میشویم. این برنامه گروه 24 را درخت گروه 24 را برادر عمرعلی قواتوف شنانده بود. این درخت گروه 24 با خون کلان شده است. این درخت با ظلم و با خون و با شیرمردای تاجیک این درخت کلان شده ایستاده است و در بر او چند شاخه درخت‌های برآمده ایستاده‌اند. از ریشه همین درخت برآمده ایستاده‌اند. از ریشه همین درخت گروه 24 برآمده ایستاده‌اند. خود را دور کرده شاخه‌هاشون کلان این درخت گروه 24 رو محکم کرده ایستاده‌اند. و چی بعد اون درخت‌های شاخه‌هایی که در بر این درخت گروه 24 برآمده ایستاده است او به دم نفس مردم برآمده ایستاده است، به تماشابین برآمده ایستاده است. این درخت گروه 24 به خون مردم برآمده ایستاده است. ولی گفتنی هستم که ما هیچگاه قفا نمیزنیم. انشاءالله تا آخر به پیش میریم. در کجای نباشیم، در داخل زندان هم باشیم،
дар дохили куҷое набошем, беморхона ҳам бошем, иншааллоҳ то охира мерем. мо акай ҳусайн бародар бо аксарияти тамошобинони ҳамин гурӯҳҳо мешиносам ва фикрам уже медонанд ки мо чӣ ҳол доштем, дар куҷо будем, дар дохили Русия, дар дохили Москва фаъол зиндагӣ мебурдем, зиндагии хуб мебурдем, пайгирӣ карда ҳамин барномаҳоро фаъол даромада дар барномаи шумо, дар ҳар барномаи ҳамин муборизон баромад карда, ширкат карда, мо ҳамеёро дарк кардем. Мо дидем ки яқин ин основаи ҳамин мубориза гурӯҳи 24 ҳаст. ман таслим шудам, ман бо гӯши худ, бо чашми худ ман аниқ таслим шудам ки основаи ҳамин роҳи мубориза ин гурӯҳи 24 ҳаст. اعتراف میکنم بگو این بهتره برای تسلیم شدن دیگر چیزه. ҳамуқадар савод дорем. То синфи 9 хондем, ҳавоям ба як зури овардан, аттестат мо даст мо додам, дафт мекардан ай мактаб. мо олим нестем, мактаби соз нахондем бародар. барои ҳамуқа мегум ки пайғом чӣ дорӣ ба мардум? Ба мардум чӣ пайғом дорӣ? ба мардум пайғом медорам ки роҳафтода нашавед, дилшикаста нашавед. мардум дар кадом ҳолате ҳастед, дар кадом дар куҷое ҳастед, марҳамат биёед дар роҳи мубориза. мубориз кадоме ки мехоҳед мубориз шудан, биёед мубориз шавед. иншааллоҳ дастгирии мардум аст, дастгирии роҳбарои гурӯҳи 24 бетараф нест, дастгириёшон ҳаста. шахсан ман аз ҳамин ҳусейн ашуров дастгирии ин шахсро ман дида истодаам. чӣ адвокатӣ бошад, чӣ молӣ бошад, чӣ хеле набошад, ҳар рӯзи худо занг мезанад, аҳволпурсӣ мекунад. бародарони мубориз, муҳоҷир аз дохили Русия, аз дохили кишвар занг мезананд, ҳола аҳволпурсӣ мекунанд. дар шароити бад нестам, иншааллоҳ дар шароити хуб ҳастам ман дар инҷа. бароем ки сиёсат ҳастем, мо сиёсӣ ҳастем. мо ки сиёсӣ ҳастем, ман дар дохили ҳамин як зиндон як худи ман сиёсӣ ҳастам. дар сатҳи хуб ман зиндагӣ бурда истодам. ҳамаш соза ягон роҳафтода нашавад. ба тамоми бародарони خب این همون نواره که شما روان کردین نوارتون بسیار دیر رسیده. اینترنتی به فکرم ضعیف داره خیلی. بله برای اینکه یک ساعت به من وقت داده می شود، من باید در تلفن گپ بزنم، هم خانواده که گپ بزنم، اینترنت هم چیزی که پیام روان میکنم خیلی دشوار دیر میرود. برای همقدر چی پیامی هست در همونجا که حسین پیام ها رو مونید. مردم مبارز مهاجر برادرانی که زنده بودند در بر ما، اونها همش گریختند. اونها برادر فلشیوی بودند، برادرایی که نسلش استوار برادر هستند. در این اینجا در این برادرها هستند، این یوسف برادر، دیگر برادرها، همش اینا برادرای قوی هستند. من از اینها باوری کامل دارم. من باوری دارم که اینا برادر قوی هستند. من خود را در اینجا تنها حساب نمیکنم. یگان من احساس تنهایی در اینجا ندارم برادر. تشکر برادر. ما هر چیزی کردیم به خاطر خدا کردیم. ما هر جایی که یک مبارز امکانیتی کمک کردن و دستگیری کردن باشه، هیچ وقت ما خفانشینی نمیکنیم. اولین درجه ما همه کمک اولیه ما میرسه. هیچ چیز فرقی نداره، نه تنها خودت. بسیار برادرایی که بهترین بعد اکه حسین уже چندم هست من در داخل روسیه بودم. من کمی گویم از شما یک خفا نه و یک خطی شما یک کمک بلندم گپ زدنی هستم. уже شما گپ گوش نکردید. شما را گفتن چندین برادرها که یک کارت مبارزان رو در همین جا مونید. همین خیلی همینجا کارت نمره تلفن در واتساپ همینجا تو خدای استاد همون کارت مبارزان هم در همینجا وخورد. این من یکم شخص نیستم در این راه مبارزه، این آخرین نیستم. من باوری کامل دارم که من آخرین آدم نیستم. هر کسی برادرای مبارز که میغلطند در چی دشواری که میشود در همینجا کمک کرده شود. من از شما باوری هم دارم که من دیدم شما در کدام راه این چیزها رو، این مبلغ‌ها رو شما استفاده میبرید. در راه درست برده ایستادید، خیانت ندارید. من با دو چشم خود دیدم، من خودم دیدم. اون شرط نیست که من در بر شما باشم، در اداره شما باشم. من این رو همش کنترل کنم. همه طریق آنلاینی شده است. از 21 است برادر. خدا خواهد انشالله برادر. ببین اول ما که یک حرکت سیاسی ایم
و کارتر بمونید تنها اولین شخص و آخرین شخص نیستین و در آینده هم شاید دیگر کسایی که ناراحتی نگران بشوند که ما همین قمگیم که یک کارتر بمونید نمیمونیم. در اول هم این چیز بده خیلی وقت شده این چیز، اما چرا این چیز ما در این چیز تنبلی میکنیم؟ یعنی که در این چیز چرا ما عجله نمیکنیم؟ به خاطری که مردم فکر نکنن که ما هوش و گوشمون فقط در جیب شما هست. ما هر چی امکانیت داشته باشیم برای یک مبارز خودمون صرف میکنیم، از جیب خودمون صرف میکنیم. اونه که برای خاطر یک معیوب و یک بگیم که راه مانده و یک غریب و یک فقیر، اون چیز این کار اصلا ما نمیکردیم. چند وقت اخیر ما دیده شدیم که مراجعت کننده ها خیلی زیادن. امروز یک آدم مراجعت هم کرده، از شکمش تا اینجا شاید پاره است، نوار کرده برای ما روان کرده. گفت که این حالتم اگر دروغ بگم من نفر روان کنن بیان وضعیت مرا ببینن، برای دارو ما در پول در کوره. ما گفتم چند قدر در کوره؟ گفت یک 20,000 25,000. ما گفتم همه را ما میتیمید. تمام. در این من شکی ندارم اکه حسین، اگر همین قدر من شکی ندارم. گاز برده حسین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسین اشور برادر فاروق، سلام خدمت به بینندگان. فاروق برادر غمگین نشه انشالله. مرد بچه باید غمگین نیستم برادر جون. این راه مبارزه همین است، لذت راه مبارزه همین است برادر. انشالله غلبه حق برادر. یگون غمگین نشه. من قبول که برادر همیشه مطمئن در دنیا یه روزیم دو روزیم باید حق طلب کنیم. گفتنی ما همیای اشور حسین در پناه الله وقتی شما شدگی دیگه همی دیدم گفتم یا بدرم برادر قد سلام علیکم. وقتی شما گذشته یک در پناه الله خدا نگاهتون داره همیشه در قیم. با امیدوارم اشور حسین بهتر نصیب خدا خواهد. خدا باشه برادر. در نمازتون دعا کنید در هر یک برادر مبارز دعا با دعا باشه. ما با دعای شما میسازیم برادر. عزیزات نبراتن مو هر شب خدا میدونم همیشه در حق چی هسته برادر. یگون غمگین نشه همش 100% میشه برادر. انشالله با در اون صفی پیش میبرویم با غم شنخه انشالله دیگه برای برادری خودت از برادر، برای فرزند خودت از برادر و تمام ملت تاجیک حرکتی است برادر. انشالله حق برادر. ما حقمون دفاع میکنیم. ما یگون چیز دیگه نداریم. نیت داریم که ما ساق سلامت باشیم و همیشه آبادی را میخواهیم. تمام ما ویرانی را هیچ وقت نیتش هم نداریم. میچریم ما آبادی تمام در پناه الله خدا نگاه داره. برادر فاروق با انشالله در تمام استعفا و وست همه آدمای ظالم نیتوشت امام علی. استعفا و وست همه آدمایی که ظلم میکنن به خلق و همش استعفا. زنده باشی برادر، زنده باشی. خب سخن تمام نمانه برادر فاروق. این پیشنهاد شما اولین بار نیست و آخرین بار نیست و انشاءالله که ما درباره این فکر کرده شدیم که آیا این کار بکنیم یا که نکنیم. به خاطر مبارزه باید بکنیم، برای که ما گروه سیاسی هستیم، سیاسی هستیم برادر. به همین برادرای مبارزان را جمع کنیم، دستگیری کنیم برادر. همه جمع شوند، کدام مدر آزاد مبارز شوند. خیلی که من در داخل زندان هستم، آزاد برآمد کرده ایستادم. در کجای نباشند، در کدام منطقه نباشند، او شرط نیست که در بر شما باشند، در کنتور شما، در کابینت شما باشند و در اونجا برآمد کنند. آزاد باید برآمد کنند برادر. بگیرند معنی خیلی کدامی که من اشتراک میکنه، کدامی که مبارز افیسیال نخودش در همه جا پیشنهاد میکنه، مرحمت گیره نوارها رو پهن کنه. چه خیلی میتونن پهن کنن. اینترنت هم باید کفونیم یوتیوب، اینترنت هم باید پر از مبارزان کنیم برادر. خیلی خوب. ما انشالله که درباره این فکر میکنیم. البته سلام علیکم. علیکم السلام. یک لحظه الیاس. ما درباره این فکر میکنیم. البته راهبریت گروه 24 درباره این حتما یک تصمیم نهایی میگیره و این را تنها ریشه من نمیتونم گرفته که شما فقط بگین که کارتا بمون، ما بگم که اینا بیا کارتا بمونم. این دلیل این است که ما معنی که هوش گوشم یا که تمرکز یا فوکوس بالای همون پولی مردم میکنم. این را من تصمیم نمیگیرم. این را راهبر با اون کسایی که
در گرد اطرافش هستن شروع هستن با اونها مشورت میکنه بعدا این تصمیم گرفته میشه. اما به هر صورت انشالله که اونها شرایط هست که حسین راهبر رو در همین جا در همین برنامه تکلیف کنید. همین شرایط هست امکانیت یا نیست؟ خدا خواهد انشالله که برادر راهبر در روزهای نزدیک خودش شروع میکنه برآمده و الان من راستی من میدونم که پیگیری میکنه حتما و هر جایی که اشتباه و خطاگی هایی که در ما ببینه حتما اصلاح ما میکنه و اگر الان ما را ببینه راهبر خب این خواهش مردم است اگر امکانیت داشته باشین مرحمت با چهره آشکار هستن استودیو خالی است الان اگر که امکانیت داشته باشین مرحمت ببینین یا که برای من پیغام بفرستین. یک دو سخن داشتم با هم برادر سهراب تسلیم گیری در گروه 24 را اگر بیشتر خوب میشد با خودشون می در اومدم. من یک بار قطعی اون برادر اولین باری که نو من می در اومدم اشتراک میکردم در همون وقت من قطعی همون شخص صحبت کرده بودم. اگر که حاضر می در اومدن در همینجا خیلی خوب میشد اگر که گوش کرده اگر که پیگیری کرده ایستاده بودن. برادر شما میخوای عضو شوی نه؟ بله من اوجه خود گروه سیاسی من حساب میکنم. من تسلیم گرفتم گروه 24 رو من تسلیم گرفتم. من حواله که خودم لابا من هم خودم را لکه حس میکنم. شروع کنید با مبارزه شروع کنید برادر انشالله به طرف نمیمونید از معاون راهبرها از راهبر از مردم مهاجر از مبارزه به طرف نمیمونید انشالله ما در اینجا کمی وقتتر است وقت کدی است انشالله اینجا میبریم انشالله با قویتر استوارتر در این راه ما مبارزه میبریم برادر. ما مال و پول همه چیز موندیم جای گرم رو موندیم خستیم و جمهوریت زندگی ما رو در 180 گرادوس معالج کردیم برادر. برادر فروخ شما را دستگیر کردن چی گفتن؟ من را دستگیر کردم. ما اول در جایی که زندگی میکردم در همونجا دو شخص اومد به پیش من اومد تاجیک بودن با تاجیکی گپ زدن گفتن که ما دیدیم متر یافتیم تو نگو که در کی جا اومده از روسیه گریختی اومدی متر نمیاویم در اینجا یافتیم. ما یکم در قچشان کشوکر شدیم. من گریختم راستی گپ ما گریختم اومدم جنگ شدیم در اونجا گریختم بعد مرا دستگیر کردن. من به دکومنت گریختم مرا دستگیر کردن در کیف دستگیر کردن برادر گرفتن محکم کردن بعد امنیت تاجیکستان سفارت تاجیکستان در حال فهمید که من در دست اینها هستم. اینها زپروس روی کردن که ما گراجدان تاجیکستان رو خپیدیم. اینها دویده اومدن که ما رو اینو سپرن. بعد من با اینا رقم های میگراسیون سلوج برا دادم گفتم که با آنها تماس گیرید من دکومنتام حجتام همش در دست آنها است. آنها با آنها تماس برآمدن برای که من پناهندگی در آنها سپرده بودم. آنها اجازه ندادن گفتن که ما اینو به تو نمیتیم ما رو گرفتن محکم کردن گفتن که تو در اینجا به خطر میشوی جای تو اینجا خوبتر است کمی بیس در اینجا دکومنتات و حجتات ما میبریم میتیم ما تو آزاد میکنیم ما تو این دایی نمیتیم. با آنها سوال شدن که برای چی که ما دیگه مردم تاجیک رو میقپیدیم شما رو زنگ میزدیم فریاد میکردیم شما نمی اومده واپس ریاگیری ود نمیکردید برای چی اینا ما قپیدیم شما حتما دویده اومده که اینا با ما سپر برای این قدر برادر. خب اینجا خود در امنیتی؟ نه من در بگیم ایزولاتر هستم در времени содержания изолятор даем. حال времени ما یک خودی توقع هستم. یک لحظه این نوار نشان میتیه اما سیمخورا در گردت میتوان برادر همین نواری که روان کردی اونا طور سرت کامرا و سیمخور و تریزاش هم ریشوتکا داره. خب خلاصه من نوار راستی چی نکردم ولی من در یک روز بگیم نمیجوم که در اینجا اینترنت خیلی ضعیف است اینجا علاقه میمونه برای که گشتن میتونم اینجا همه جای این سیمخور و کامرا پامرا همش دم طور سرم کنولی اکا خود در کدام در کجای در مسکو که در سانت پتربورگ؟ نه من در اوکراین هستم. اگر در روسیه میشنم وقت ها مرا سپریده بودن در روسیه میسپرن. من در اوکراین هستم این اوکراین این دولت نمیسپرد. مال در داخل روسیه ما رو میسپرن؟
نه اگر سپوریدن شما را چه گویم که میسپارن اگر که در کار باشد میسپارد دولت روسیه خیلی اون عزت امون برادر دیگر را تا اون مرتبه رسیدن در کار که بسپارن شما احتیاط باشد به هر حال در اونجا همین ملت تاجیک بود در اونجا بسیار است خب انا برادر الیاس خطان شما هم چو یک عضو گروه 24 حس میکنین ما علاقه ما خما یک چورپان باشید ما وجه خما حس میکنیم که ما در گروه فوج داخل شدگی بهترین ما برای شما یک چیز گفتگی بدم و بازم یک بار دیگه تکرار میکنم همون کسانی که مسئول هستند پروگرامیستایی که اعضا شدن در گروه 24 شما اولین کسان هستید شما که پوبلیک نه این چیز گفته ایستادین اما با طریق تلفنی در فیسبوک این طرف با راهبر گروه 24 با سهراب ظفر و این طرف با خود ما و این طرف با برادر سلمان و این طرف با سخنگوی این حرکت بچه‌های هستن که اونها در رابطه برآمدگان اکم ما چخیل عضو گروه 24 شم چخیل عضو گروه 24 شم بالای این برنامه کار کرده ایستادیم ما انشالله که همین اعضا شدن ما با یک سهولت میخواهیم برای مردم بیاریم به مثل که در ادنکلاسنیک داخل میشه نام و نسب و فامیلیا پر میکنین و از خودت پروفیل راست میشوه صورت هم میمونی از کجا هستی سال تولدت همین نمود یک فرم اعضاگی در اینترنت ما میگذاریم اون جایی که شما وقتی که دنیاتون پر میکنین او همش در بازه گروه 24 میروه اما پوبلیک نیست همون پروفیل خودتون تنها خودتون دیده میتونین وقتی که لاگین پارول میزنی خود داخل میشه و خود دیده میتونی اگر مثلا کسی که بگه که تو عضو گروه 24 بگوی که بله من عضو گروه 24 ام بگه که چه خیلی عضو گروه 24 در همون سایت داخل میشین در همون جایی که اعضاها ممو قسم اعضا نامو بگیم که لاگین پارول خودتون میزنین در اونجا داخل میشین همون صحیفه اعضاگی خودتون میبینین و اونجا یک گلچکه که ساوز نشان میده که شما در اینجا اعضای دیجیتالی یعنی که شما کسانی که فرم پر کردگی هستین برازگی خودتون اونجا نوشتگی است که اعضاها چی اسلاویه ها و همین چیزا را نوشتگی است اون در بالای او کار کرده ایستادیم خدا خواهد این سهولت برای اون کسانی که میخواهند اعضای گروه 24 بشوند این سهولت برای اون برادرها میاریم تمام معلومات شما محفوظ میمونه سخرانید میشوه و در اونجا مثلا شما برادر فروخ میگن که مثلا ما 5 زبان میدونم از اونجا ما نظر کرده مثلا ما دوست دارم میبینم که فروخ این بچه نو فرم اعضاگی پرکردگی برای ما میاد سابشین میاد که یک آدم فرم اعضاگی پر کرد بعد در اینجا ما میبینیم که شما چی تالنت دارین در مبارزه چی از دستتون میاد مطابق همون تالنت شما مثلا زبان فرانسوزی را میدونین زبان اسپانیایی را میدونین زبان انگلیسی را میدونین خلاصا مطابق همون اگر رفته و که یگان نامه لازم شد برای طرف اسپانیا ما میگیم که یک اعضای ما در اسپانیا دستگیر شدگی است نامه ما را که با زبان تاجیکی هست اگر به شما روان میکنیم به خاطر ما میدونیم در دن تو زبان اسپانسکی را میدونی با تو تماس میگیریم رقمای کانتکت شما هستک الکترونیک پوچت شما هستک خلاصه با شما تماس میگیریم علاهیدگی که ما با شما فقط در این ساحه نیاز داریم شما زبان اسپانیایی را میدونید بدستین این نامه را به ما با زبان اسپانسکی ترجمه لازم است خب اگر شما بدونین خلاصه او را ترجمه میکنین دوباره به ما روان میکنین یعنی مطابق اون فرم شما میتونین که در این حرکت در مبارزه یک سهم بگیرین برای همین خاطر ما کوشش داریم که این سهولت برای کسانی که میخواهند اعضای گروه 24 بشوند این سهولت بیاریم و برای شما آسان باشه در اونجا داخل میشین
اعضا میخواین اعضا بشین؟ بله. خب داخل میشین اونجا، نام و فامیلیا، خب سال تولد، جای استقامت، در کجا استقامت میکنین، چی کار میکنین، خب چند زبان میدونین، چی دانشگاه خوندگی هستین، تخصصتون چی است، همین نمود فرما را فقط اونجا چی است جوابا نوشتگی هستن. دانشگاه خوندگی هستین ها یا نه، یا هاوش میگیری یا نشه. این خیلی نیست که تو اونجا یک نویس باشه، همه جوابات تیارن، فقط گلچکه مونده رفتن میگیرین، در اونجا کدام زبان ها را میدونین. خب این آخر فرما را سابمیت میکنین، در اونجا در باز ایما میآید و ما در باز ایما که اومد در اون مسئولین صاحبشین میاد که خلاصه کسانی که مسئولیتی این چیزا به عهده دارن اونا میبینن. خب از روی همون فرم شما را انتخاب میکنن و یک مسئولیتی برای شما میتین. شما در دنیای شما محفوظن، غیر از مسئولین حتی شاید من هم نفهمم اون مسئولین میدونن. و اگر مثلا من از مسئولین بپرسم که هست یگان نفره که زبان فرانسوی بدونه، اونها میبینن خلاصه در پایسک میکنن فرانسوز کی میبینن که یک آدم 5 آدم اینجا زبان فرانسوزی را میدونن، با شما تماس میگیرن، میگن همین کسایی هستن که با زبان فرانسوزی را میدونن. خلاصه با شما صحبت میکنن، میگن که با جانشین رهبر گروه 24 تماس بگیرین، این رقم دستیش است. و خطی ما که تماس گرفتین میگن که ما را گفتن که با شما تماس بگیریم، ما کسانی هستیم که زبان فرانسوی را میدونیم. خب ما میگیم بسیار من وقتم کم موندگی است، 4-5 منت وقتم موندگی است. چه گفتنی هستم؟ برنامه حق و باطل زبانده نام خود را دارد و در حال همو خیل هست، حق و باطل است این برنامه برادر. بعد گفتنی هستم در آن برادرای مبارز پشت پرده، بیرون پرده، هدف ما اینا فهمید که هدف ما تنها امام علی رحمان است و رژیم رحمان هست. و شما گفتنی هستم که از پیش پای ما گریزید، پمیخ نشوید به ما. ای مردم مبارز، چی مردم پشت پرده هستید چی بیرون پرده هستید، شما همت از همین درخت سازیده ایستاده اید. ای درختی عمر علی قواتوف که جان در این راه داده است. خیلی برادرها در داخل زندان هستند. این درختی استوار هست. از پیش راه ما گریزید، اصلاح شد. ما سیاست هستیم، ما سیاسی هستیم. ما سیاست خود را در کار باشد، در برادر خود، در عمک خود، در کدام نباشد، باطل باشد، ما سیاست خود را می‌داریم. اصلاح شوید. از پیش پای ما گریزید، همیخ نشوید در پای ما. هدف ما پول کارکنی نیست. هدف ما در اینجا رکلام کردن، در اینجا در این نوارها پوبلیک جمع کردن نیست. هدف ما استعفا است. امام علی قاتل حرام ما از اینجا باید نیست و دفع کنیم. ما ملت تاجیک باید از اینجا آزاد کنیم. بعد گفتنی هستم که مادر من را در عدلینه ها کشیده ایستادن. مادر شما مادر من هست، مادر من مادر شما باید باشد. برادرها خیزید همه کسا طلب کنید از رژیم حرام کثیف رحمانوف، طلب کنید که دست حرامش را از مادران ما، از خواهران ما، از برادران ما دست خود حرام را کشد. میتواند آمده، قدرت دارد، مرحمت. من در داخل زندان هستم، بیاید اگر همه قدر توانا باشد بیاید به اینجا آدموش روان کند، خطی من گپ زند، چی کاری دست می بیاید بکنه. من تا آن روزی که دم و نفس من هست در همین راه، من از این راه مبارزه نمیگردم. اینا با دو گوشی خود فهمید. ای کثیف رحمانوف، ای قاتل رحمانوف، تو اینا فهم گیر سگ بچه های حرام تا از تن مادری من دست حرام تا کش گیر، چقه نشو. من با این عملی تو ما از این راه نمیگردم. هیچگاه اوگوارید نکن که مرا اوگوارید کنم من با تاجیکستان روم. با تاجیکستان روم با گپ دارن که تاجیکستان بیاد اینجا خودش تسلیم شوه، ما 1-2 سال میتیم شو محکم میشه، عفو میکنیم، سرش میتیم. ما رنگ روی ختم بذارم، ای عفو تام بذارم، ای تمام اولاد و اجداد حرامت بذارم. کثیف رحمانوف این رو با تو سخن گفته ایستادم. من فروخ راوب اعضای گروه 24. بهترین. زنده باشی برادر. تشکر زیاد. برادر عزیز. خدا نگهدارت برادر. الله حفظت کنه. با ان شاء الله که در تماس هستیم.
هر چیزی که شد نوشته کن انشالله که انشاءالله تنها نیستی و خدا خواهد انشالله نه تنها ما بلکه دیگر برادرای مبارز یادی خاطرات نیک از تو دارن و یاد بهادر برادر زنگ میزند پرسان کرده ایستاده است کمک خود را کرده ایستاده است با عبدالرحمن برادر عبدالله برادر خیلی برادرها با این پسرهایی که من تماما نمیشناسم آنها آهوپرسی کرده ایستادن در مسنجر پر از اس ام اس همش پرسان کرده ایستادن انشالله من برای همه قدر قوت گوش گرفته ایستادم قوت دوغ گرفته ایستادم من در این راه هیچگاه من قرار نمیگیرم برادر در کامنت ها من متوجه شده ایستادم در کامنت ها بسیار مردم دعا برای تو داده ایستادن که خداوند نگهبانت باشه و خداوند شما را در این راه استوار بگردونه دعاهای نیک برای شما داده ایستادن خب آمین اکای حسین رقمای برادر ما در پارتین که ما شاید کمک کنیم میتونیم حتما زنده باشی برادر خدا نگهدارتون زنده باشی